در نیمه اول سال 2023 در تاجیکستان 11612 جنایت ثبت شده است که این نسبت به 12482 جنایت همین دوره سال گذشته 870 جنایت کمتر می باشد. از طرف مقامات کارهای داخلی 5479 جنایت به حساب گرفته شده است. از این 4399 جنایت تفتیش کرده شد که فایز کشوده شوی جنایت ها در عموم 85% را تشکیل می دهد. در نیمه اول سال جاری در جمهوری چنین جنایت ها ثبت شدند: آدم کشی و سوء قصد به آن 24 مورد، قصداً رسانیدن ضرر وزنی به سلامتی 54 مورد، تجاوز به ناموس 25 مورد، سودای آدمان 34، رازنی 5، غارتگری 61 مورد، دزدی 2229 مورد، قلابی 1491 مورد، افواشی 666 حالت، تماجوی 26 حالت، نگاه داشتن از انتقال واسطه های نشدار 328 حالت. همچنین در 6 ماه اول سال 2023 در تاجیکستان 273 عدد سلاح آتشفشان مصادره کرده شده، 1517 نفر جنایتکاران در جستجو قرار داشته دستگیر شدند. امسال 195 عضو تشکیلات تروریستی و اکستریمیستی دستگیر کرده شده. از گردش غیر قانونی 1 تن و 322 کیلوگرم واسطه های نشدار مصادره کرده شده است. از طرف نابالغان و با اشتراک آنها 258 جنایت صادر شده است. از طرف جوانان 1713 جنایت. در نیمه اول سال 492 حادثه راه و نقلیات به قید گرفته شده. بر اثر آن 193 نفر شهروندان به هلاکت رسیده، 514 نفر جراحت برداشتند. همچنین امسال 581 حادثه سوختار ثبت شده. در نتیجه حادثه های ناخوش سوختار به مالکیت دولتی و شخصی شهروندان به مبلغ 9,376,000 سومانی ضرر مادی رسیده است. 18 نفر شهروندان بر اثر سوختار فوت دیدند که از اینا 9 نفر نابالغان می باشند.